بالاخره گرفتمش. بالاخره باید بگم آخش، بالاخره گرفتم، راحت شدم. چه رنگی؟ رنگ قرمز صدفی تو کارت خورده، رنگ قرمز روشن هم بهش میگم. انژکتور ایسیو زیمنس، موتورش بدون کمپرس، سالم و صحیح، دوگانه هم هست. آقا چی میخوای دیگه؟ ماشین مدل 86 تک برگ سنده. شاید این اولین پستی باشه که از من میبینی. این ماشین باید کلا جمع شه، از ساختاری نقاشی بگیر تا ارتفاع و دودی و چراغ و همه چی از داخل بیرون همه چی. و اینی که من روش نشستم 4 تا کمک کلیدی پوست کوتاه و 4 تا رگلاژی. کمک پوست کوتاه، آچار رگلاژی، خود رگلاژی و فنرش. از روش